لطیفه عزیزی در امریکا عروسی کرد. لطیفه عزیزی در امریکا با کی ازدواج کرده است؟ افشای حقایق و رازهای زندگی لطیفه عزیزی در امریکا که اصلا باورتان نمی شود. لطیفه در امریکا مصروف چی کار باری است؟ دلیل دوری لطیفه عزیزی از هنر موسیقی چیست؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان با شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. لطیفه عزیزی هنرمند خوش صدای کشور، یکی از چهره‌های مشهور و سرشناس در هنر موسیقی افغانستان بوده است که شهرت و محبوبیت لطیفه عزیزی در میان مردم افغانستان بیشمار بود. لطیفه با کارهای هنریش از برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد و توانست در مدت خیلی کوتاهی به اوج هنر آوازخوانی برسد. لطیفه عزیزی دوست داشت، بیشتر اوقات آهنگهای عاشقانه به سرایت و ترکمن بود. تحت حمایت خاص جنرال دوستم قرار داشت. بعد از تحولات سیاسی در افغانستان، لطیفه عزیزی افغانستان را به مقصد امریکا ترک کرد. اکنون لطیفه عزیزی در امریکا برای برندهای مختلف لباس مدلینگ می کند و کاملا از راه هنر آوازخوانی دوری گزیده است. لطیفه عزیزی جدیداً تصاویرش در صفحات مجازی دست به دست می شود که ازدواج کرده است، اما تا کنون معلوم نیست لطیفه عزیزی با کی ازدواج کرده است و چرا دیگر آواز نمیخواند. ولی ما آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت العزال تمنا داریم. عزیزان و دوستان نهایت خوب کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با دیگر علاقمندان و دوستان لطیفه عزیزی به اشتراک بگذارید. تا درود دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.